حقیقت تلخه. شاید شنیدنش سخت باشه، اما فهمیدنش میتونه مسیر زندگی آدم رو عوض کنه. چون ما معمولاً درگیر آرزوها، خیالها و امیدهای بزرگ میشیم، بدون اینکه قبول کنیم بعضی حقایق مثل یک سایه همیشه توی زندگی حضور دارن. اولین حقیقت تلخی که باید قبولش کنیم اینه که هیچ کس قرار نیست همیشه ما رو نجات بده. خیلی وقتها انتظار داریم خانواده، دوستها یا حتی جامعه دستمون رو بگیرن و مشکلاتمون رو حل کنن. اما واقعیت اینه که آدم‌ها درگیر زندگی خودشونن. همه ما در نهایت باید یاد بگیریم روی پای خودمون بایستیم و مشکلاتمون رو خودمون حل کنیم. شاید کمک‌هایی بیاد، شاید یکی دستمون رو بگیره، اما هیچ کس همیشه قرار نیست پشت ما بایسته. و این پذیرفتنش به ما قدرت میده. وقتی بفهمیم مسئول زندگی خودمونیم، رشد واقعی از اونجاست که شروع میشه. حقیقت تلخ بعدی اینه که زمان منتظر هیچ کس نمیمونه. خیلی از ما فکر میکنیم وقت زیاد داریم برای شروع یک کار، برای ساختن آینده، برای بهتر شدن، اما سالها خیلی سریعتر از چیزی که فکر میکنیم میگذرن. یک روز به خودمون میایم و میبینیم 5 یا حتی 10 سال گذشته و ما هنوز همون آدم قبلی هستیم. این حقیقت شاید ترسناک باشه، اما همین ترس میتونه تبدیل بشه به یک انرژی. اینکه بفهمیم اگه امروز شروع نکنیم فردا واقعا دیره. یک حقیقت تلخ دیگه هم اینه که آدم‌ها دقیقاً همون جوری که تصور میکنیم به ما اهمیت نمیدن. ما خیلی وقتها نگران حرف مردم هستیم، نگران قضاوت‌ها، نگران اینکه چی میگن یا اینکه چی فکر میکنن. اما واقعیت اینه که اکثر آدم‌ها فقط چند دقیقه در مورد ما فکر میکنن. بعد برمیگردن سر زندگی خودشون. کسی اونقدرها درگیر زندگی ما نیست. فقط گاهی اوقات ما داریم اون رو خیلی برای خودمون بزرگ جلوه میدیم، در صورتی که این شکلی نیست. ما باید به این درک برسیم که زندگی رو بر اساس خواسته های خودمون بسازیم. حقیقت تلخ بعدی شکسته. شکست بخشی از زندگیه. نه فقط یک بار، نه فقط در یک زمینه، بلکه بارها و بارها در زمینه‌های مختلف. ما از بیرون موفقیت دیگران رو میبینیم، اما شکست‌ها و زمین خوردن‌هاشون رو نمیبینیم. زندگی برای هیچ کس راحت نیست و مسیر هیچ کس صاف و صیقلی نبوده. بعضی از موفق‌ترین آدم‌ها بارها و بارها له شدن، اما دوباره بلند شدن. حقیقت تلخ اینه که شکست همیشه هست. حقیقت شیرین‌ترش اینه که هر شکست یک قدم رو به جلوه. اگر بعد از اون شکست بلند شیم و ادامه بدیم. یک حقیقت تلخ دیگه اینه که هیچ کس نمیاد رویاهای ما رو بسازه. هر کس درگیر رویای خودشه، زندگی خودش و مشکلات خودش. ما گاهی منتظر فرصتیم، منتظر انگیزه، منتظر شرایط بهتر. اما حقیقت اینه که شرایط ایدئال هیچ وقت از راه نمیرسه. اگه بخوایم کاری انجام بدیم باید از همینجا شروع کنیم. با همین امکانات، با همین شرایط. زندگی به کسی قول نداده که فردا بهتر میشه، ولی این فرصت رو داده که امروز کاری بکنیم که بتونه یک قدم ما رو نزدیکتر بکنه. خیلی وقتها ما خودمونیم که مانع پیشرفت خودمون میشیم. با شک، ترس، مقایسه کردن خودمون با دیگران یا کم اهمیت جلوه دادن توانایی هامون. حقیقت تلخ اینه که خیلی از رویاهای ما توسط خودمون نابود میشن، نه توسط دیگران. اگه با خودمون صادق باشیم میفهمیم بیشترین مانعی که داشتیم همیشه ذهن خودمون بوده. و آخرین حقیقت تلخ زندگی اینه که هیچ تضمینی وجود نداره. هیچ چیز قطعی نیست. نه موفقیت، نه آرامش، نه رابطه ها، نه پول، نه آینده. اما این عدم قطعیت به ما یک پیام مهم میده. اینکه باید قدر لحظه ها رو بدونیم، قدر آدم هایی که کنارمون هستن رو بدونیم، قدر سلامتی، جوانی و فرصت ها رو بدونیم، چون هیچ چیز همیشگی نیست.
زندگی پر از تلخی هاست، اما پذیرش همین تلخی هاست که باعث رشد میشه. کسی که این حقایق رو بفهمه نه ناامید میشه نه تسلیم، اتفاقا قوی‌تر جلو میره، واقعی‌تر زندگی میکنه و کمتر از زندگی میرنجه. حقیقت تلخه، اما حقیقت در نهایت ما رو آزاد میکنه. اگه این صحبت ها براتون مفید بود ممنون میشم لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. مرسی که تا آخر ویدیو همراه بودید.